جهان را بلرزه در آورد. تمام علماها کشورها بر ضد او مبارزه برده ایستادند، اما بی نتیجه است. مردم از او می گریزد، می هراسد، اما این کرونا ویروس از خطاب به ایران آمد و به این طرف و آن طرف دیگر پهلو. فقط از خدا تمنا داریم که کاش به تاجیکستان نآید. این ناگفتنی است. اگر به تاجیکستان آید ناگفتنی است. از این سبب یگانه راهش دعا کنید. باور کنید مردم، خدا که درد را داد و امید کنیم که پس از او از پس شفا هم بدهد. مردم همه باید دعا کنیم، همه دعا کنیم تا خدا این وبا را، این بلا را، چه مسلمان چه غیر مسلمان دور کند. این دل پاره پاره گم میزند دوباره نزد من بیچاره. مادر من آمدم گوی، فر و شانت لازم نه، دسترخوانت لازم نه، دو تا نانت لازم نه، فقط مادر من آمدم گوی. پشت در نمایان شو، تق تق کن و پنهان شو، پس من کابم خندان شو. مادر من آمدم گوی. نزد همسایه هایم آمدنت آب رویم، علم علم میگویم. مادر من آمدم گوی. میدونی صورتت را دوست کردم، به دیوار درست کردم، برایت قند روز کردم. مادر من آمدم گوی. پسر جان من غنیمت، عمرم تا کی به همت، کمتر ده وقت قیمت. مادر من آمدم گوی. بیا تو را پزمانم ای نور دیدگانم، دو سه روزه مهمانم. فقط مادر من آمدم گوی. همین پدر و مادر هیچ نیاز به چیز و چاره ما ندارد. فقط فرزند به دیدنشان بیاید بس. هر باره که فرزند می آید، چی نرینه است چی مادینه، چی زن است چی مرد است، به خانه پدر مادر می آید، مادر در کوچه برای همسایه ها می گوید که دیروز بچه‌م آمد، امروز دخترم آمد. چند قدر دیگر هوس می کند، می گوید
به این خاطر زود زود از پدر و مادر خبر گیرید تا که زود زود شما را خبر گیرند فرزندها. ای عشق و امید و آرمانم مادر، ای فیض شکوهی خاندانم مادر، یادی تو هنوز در سرم باز گردان است، نامی تو هنوز در زبانم مادر، رفتی و بیادی تو زیغم من می سوزم، در آتشی حسرت تو علم من می سوزم، تا روز قیامت که تو باز بر می خیزی، سوزد دل و جان و استخوانم مادر. ای پوشت و پناهی رفته از دنیایم، من آمدم که سجده ات بنمایم، اندر سری تربتی تو با صد افسوس، بنشینم و یک فاتحه خوانم مادر. کاشانم صفا ندارد به تو، این غصم انتها ندارد به تو، جان در قدمت دیهم اگر پامانی، یک باری دیگر بر آستانم مادر. ای عشق و امید و آرمانم مادر،
مادر